سلام خوبین؟ منم خوبم. یه تأخیر خیلی شدیدی پیش اومد بین این ویدیو و ویدیوهای قبلی. این یک ماه هم خیلی اتفاقای عجیب و غریبی توی ایمیگریشن افتاد، یعنی خبراشو که دیگه همتون دیدین. خیلی انرژی های جالبی پخش نشد، برای همین میخوایم بریم یکم انرژی خوب بدیم. با من همراه باشید. یک خبری اومد که خیلی تعداد پیارایی که قراره داده بشه کاهش پیدا کرده. تمام این اخبار گفتم که قبل از اینکه من برم سراغ ویدیوی دوم خیلی شدید راجع به برنامه OINP آنتاریو، قبلش راجع به این مسئله یه چیزایی که خودم خوندم و متوجه شدم و با شما به اشتراک بذارم. ببینید، آره کم شده، 100,000 نفر قرار است که کمتر گرفته بشه نسبت به چیزی که قبلا اعلام شده بود، ولی خب 100,000 نفره. هنوز 400,000 نفر قراره که پیار بشن. نکته‌ای که داره اینه که اومده مثلا یک سری از برنامه ها رو حذف کرده. بیاین اینجوری بهش نگاه کنیم. ببینید، یه تعدادی رو توی اون 6 تا کاتگوری اگه یادتون باشه گفتم کاتگوری بیس، چون الان دیگه فکر میکنم یه تعداد خیلی زیادی قراره کاتگوری بیس گرفته بشه. یک تعداد زیادی هم که خود ایمیگریشن توی سایتش اعلام کرده که 40% از کسانی که توی کانادا هستن. خب کسانی که توی کانادا هستن رو از طریق برنامه‌های مختلف حالا تو همین کاتگوری بیس قرار میگیرن. ممکنه TR to PR حالتی تو اون تم‌ها برنامه اعلام بشه، ممکنه برنامه‌های CEC باشه منظور، ولی خب خودش گفته پسوی توی سایت. ممکنه یهو این 40,000 نفر رو این 40% رو بیان توی یهو 200,000 نفر توی 2 تا 3 تا تایم مختلف توی امسال، مثلا توی امسال که میاد بگیرن. خب میمونه اون 60%. اگه یادتون باشه کاتگوری بیس 6 تا بود که شامل زبان فرانسه میشد، شغل‌های ترید میشد، شغل‌های هلث میشد، شغل‌های STEM میشد که ساینس و تکنولوژی و ریاضی و این داستانا بود، همش توی این استم بود. شامل ترانسپورت میشد و اگریکالچر. حالا ما میگیم اون 100,000 تایی که کم شده میتونه اینا باشه، یعنی یه تعدادیشون، حالا نمیگم همه 100,000 تا که خب اینا تعدادی نگرفته که بخواد 100,000 تا باشه، ولی یه بخشش ایناست. چرا اینا الان اگریکالچر حذف شد؟ مشاغلی که توی کاتگوری بیس بود و مربوط به اگریکالچر بود خب حذف شد. یه تعدادی ایناست از اون 100,000 تا. مشاغلی که مربوط به ترانسپورت بود اونام حذف شد، حالا به هر دلیلی، شاید دیگه ظرفیتش تکمیل شده، شاید به اون مقداری که می‌خواست رسیده. خب این هم باز دوباره تو اون 100,000 تا و در نهایت STEM هم حذف شد، این هم تو اون 100,000 تاست. ما باید به این نگاه کنیم که آقا این 3 تا برنامه خب حذف شد. اگر شما تو این 3 تا برنامه نیستین که دیگه قصه‌ای نداره. اگر هم هستین که خب امتیازات دیگه ممکنه بیارید و هنوز تو اون 400,000 نفر باشید. پس خیلی به نظر من آره 100,000 تا کم شد، خبر جالبی نیست، ولی مثبتش اینه که ممکنه از این برنامه‌هایی که حذف شده است باشه و اصولا تعدادی هم نبود، یعنی اون موقعی هم که بود خیلی کم اعلام میشد. حالا اگریکالچر شاید 4-5 بار هر کدومشون. STEM خب کسی که تو STEM یعنی شغل‌های ساینس داره و تکنولوژی و کامپیوتر و اینا، انقدر امتیاز داره که بتونه از طریق دیگه بره اکسپرس انتری و وارد بشه. خب پس این به نظر من اصلا نیازی نیستش که ناراحت این قضیه باشید. فکر میکنم شما اون فوکستون رو بذارید روی برنامه‌های آلبرتا، روی برنامه‌های بریتیش کلمبیا، روی برنامه‌های آنتاریو، حالا بیشتر توی GTA برنامه‌هایی که اعلام میشه و حالا خارج از GTA
که OIMP رو مفصل دارم میگم. اگر ندیدید ویدیوهای خیلی مفصلی داریم. OIMP رو جدی بگیرید، خیلی مهمه. یکی از واقعا میشه گفت نجات دهنده ترین برنامه های ایمیگریشن الان OINP، به خاطر که BCPNP یا همون بریتیش کلمبیا هم میگیره ولی خیلی کمتر، ولی OIMP یه دفعه میاد یه تعداد زیادی رو پذیرش میکنه. حالا برنامه‌های ساسکاچوان و حالا جاهای دیگه هم هست، ولی خب شاید اگر بخوایم رتبه بندی کنیم اول OIMP و بعد هم بریتیش کلمبیا و الی آخر. پس اگر شما زبان فرانسه‌تون خوبه، اگر شما شغلتون تریده و اگر شما شغلتون هلف هست، اصلا دیگه ناراحتی نداره چون کاتگوری بیس تا برگزار میشه، اکسپرس انتری سر جاشه و اون 100,000 تا رو به نظر من اصلا بهش بها ندید. چرا مثلا ویزاهای تمپوراری رزیدنت چرا اونا کم شده و اصلا شاید دیگه نباشه، دانشگاه، کالج، اینا دیگه کلا یه جورایی تعطیل شده فعلا. ولی اگر که تو فکرتون هست که PR بیشتر مد نظرتون هست که مطمئنا هم همونه، اصلا ناراحت نباشید، انرژی خوب داشته باشید، فکر مثبت داشته باشید. اگر قرار است بشود میشود، اگر هم نه شاید اصلا نباید بشه. در مورد OIMP توی ویدیوهای بعد صحبت میکنم. لطفاً OIMP رو حتما ببینید و بدونید که خیلی مهمه و نجات دهندتونه و به زودی زود یکی از اولین ویدیوهای سال 2025 پر کردن فرم اکسپرس انتریه. فرم اکسپرس انتری اصلا نمیخوام بگم همون گرین فرم لاتاری امریکاست اصلا، ولی وجود شما اگر که جزو یکی از برنامه ها حتی با پایین ترین امتیاز توی اکسپرس انتری باشه، یعنی وجود شما توی اون قرار داشته باشه و موجود باشه اسم شما، نتونستم آخر اون جمله رو تکمیل کنم، متوجه شدید، اسمتون اونجا قرار بگیره، باز ضرری نداره. همون کسانی که گرین کارت امریکا فرم پر میکنن هیچ کس نمیدونه که برنده میشن یا نه، ولی خب فرمو پر میکنن. پس بهتره که خودتون آماده کنید. قراره که با هم فرم اکسپرس انتری رو که بسیار ساده است پر بکنیم، اصلا نگرانی نداره و میرید توی اکسپرس انتری. فقط من نیاز دارم که شما حمایت بکنید پیج من رو، ساب، لایک، کامنت شما و معرفی به دوستانتون، معرفی به عزیزانتون، کسایی که دوست دارید که بتونن PR کانادا رو بگیرن، بتونن پاسپورت کانادا رو بگیرن. من میشینم میخونم، یه موقع‌های بیکاری توی سایت مهاجرت میخونم مطالب وکلای خوبو که عضو سازمان مهاجرت هستن رو میبینم، یه سریاشون رو خب خیلی دوست دارم، میشینم گوش میدم میبینم و میام با شما به اشتراک میذارم. بهترین سورستون سایت اداره مهاجرت کانادا و همینطور وکلای خوبی که توی این سازمان عضو هستن هست و ویدیوهای من میتونه فقط به عنوان یه دوست کمک کنه شما شاید باشه. خوب و خوش باشید، امیدوارم به همه آرزوهاتون برسید. خداحافظ.